مسافرت به ایران چطور بود؟ خوب بود ولی برق زود رفت. منظور شما چیه؟ یعنی مثل برق زود گذشت. شما بار دوم به ایران سفر کردین؟ بله. ای بابا لعنت به این شانس. 2000 years later. اللهم. شما با دوستان حبیب بار دوم آشنا شدین. در مورد آنها نظر شما چی بود؟ گوسفند. یعنی چی؟ مرغم بود. گوسفند با مرغ نظر کده بودن. او که تو میگی نظر هست، منظور من نظر بود. منظورت نظر است؟ نظر بهترین دوست حبیب بود. همیشه او را میدیدین سر نظر. امسال زنگ زده بودم گفتم کجایی؟ گفت سر مرز. مدرک نداشت بیچارم. شد رد مرز. دفعه پیش تابستان رفته بودین، این بار زمستان. هوا چطور بود؟ توپ ناموسن. آیا شما در ایران دوست، خواهرخوانده چیزی دارین؟ بله. ای بخوف کی شانس. دهانی ما را سرویس کردی. برخورد فامیل حبیب با شما که اروپایی هستین چطور بود؟ به تو چی مگه فضولی؟ شوخی کردم. به برخورد اگه سوال تمام شده من باید برم لباس بشورم. الان که برق هست، لباس ها رو میتونی بعداً بشوری. برق هست ولی الان آب کات میشه.